اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. معاونت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید بر اساس فیصله کمیسیون اقتصادی 11 پروژه زیربنایی که کار آن ناتمام باقی مانده بود در بودجه انکشافی سال 1402 هجری شمسی تخصیص برایشان در نظر گرفته شده است. اداره ملی غذا و دوا شایعاتی که در رابطه با منع استفاده دوای ضد حاملگی پخش شده بود را رد می نماید. ریاست صحت عامه ولایت زابل می گوید مرکز تداوی گرده ها به ارزش 4 میلیون افغانی در این ولایت افتتاح شده است. رئیس استیناف ولایت لوگر به منظور ارزیابی اجراعات قضایی به محکمه ابتدایی ولسوالی برکی برک سفر نمود. وزارت ارشاد، حج و اوقاف می گوید در مراکز نظامی 210 برای آغاز دوره ترجمه و تفسیر قرآن عظیم الشان جلسه مقدماتی صورت گرفت. دی افغانستان بانک می گوید بسته 40 میلیون دلاری کمک های بشر دوستانه به افغانستان رسید و به یکی از بانک های تجارتی در کابل سپرده شد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید بیش از 4000 مهاجر افغان از کشور ایران به کشورش بازگشتند. کرکت بورد افغانستان می گوید تیم ملی امروز پس از پیروزی 2-1 مقابل تیم امارات متحده عربی به کشورش بازگشت. 2 سارق مسلح در ناحیه پنجم ولایت هرات در نتیجه درگیری کوتاه مدت توسط نیروهای مجاهد ریاست استخبارات هرات که از چند روز پیش تحت تعقیب بودند کشته شدند. از سارقان کشته شده 1 میل تفنگچه و 1 اراده موتورسایکل به دست آمده است.